سلام سرگرم گستم خوشم به این ویدیوی ما فردا ساعت 7 دست اینجا یه آنباکس خیلی مستی داریم. میخواییم 5 تا تابلو سفارش من دیجی کالا که ببینیم دیجی کالا کلاهبرداره یا نه. درست میگم؟ بله که درست میگه. البته دیجی کالا خیلی وقت کلاهبرداری که میکنه. جدی میفهمی؟ خب مرسی که تا این ثانیه ویدیو دید. مثل همیشه قلب قرمز کنم تا بزن که ببینم کیا تا این ثانیه ویدیو دید. خب دوستان نکنید الان میخوایم طرح قابا رو ببینید که فرق عکس اصلیش با اونی که آوردن چیه. این و این. خب الان ما این جعبه خوشگلمون اینجا میبینیم که مثلا اینجا آدرس رو داده. خب حالا این جعبه رو باید بازش کنیم. خیلی چند خریدم فقط می‌خواستم به اسم قسمت با هم بازش کنیم. خیلی تیزا دوستان از جایی. بسم الله الرحمن الرحیم. بس از این نگاه کنم. این بسیار جواب میاد کاتر بکشه. خب الان ما داریم همین رو می‌کنیم. چه راحت باشه. نشون خیلی چیه. خب بازش کردیم. خب بسم الله. دوستان عزیز خب من دیگه خواهد اسم بازا کشید. بسم الله. اولین قاب رو میخوام ببینیم. اولین قاب بود. حالا دومین قاب رو تیچه های سلندری هست. این سیزه خودمونه. اینم سویز. اینم رایدر. اینم بیاسموک. بعدی چیه؟ به سلطان بازیار. خب این هم دیتیازیمون بود. خب بعدی هم ببینیم. این هم 3 تا شخصیت بازی راکستار بود. فرانکلین، ترور و مایکل. آخری هم کنم بتکنیم. آخری هم یه چیز کوچولو سفارش دادم. جوکر. خب حالا میخوایم ببینیم که این قابا چیاس بده و چیاس خوبه. خب الان میخوایم ببینیم قابایی که سفارش دادم چیز خوبه و چیز بده. ای بابا دستون کاغذی جا گذاشت. خب این اولی که می‌بینید همون 3 تا شخصیت بازیه. الان این از این جا میخونه داره بزنم کلم. بسم الله داره. فوق از اینجا 2 تا میخ اینجا میزنیم. تمام میشه همین ایزی. خب بعد سلام نکنید اینا لازمه که شما بعد این توی همون چیزاست چی بود اسمش مشخصات فنیش که ببینید اصلا اینجا چقدره. الان مثلا همین جوکره. این جوکر ضخامتش بزرگه چون که ما رفتیم تو هم مشخصات دیدیم که اینجا چقدر و چقدر اینو استفاده داریم ولی بقیه رو نگاه نکردیم کوچیک در اومد. خب حالا واسه شما عرض کنم حالا اینجاشو با این یکی مقایسه کنید کدوم از درسان کلوفتره معلومه جوکر. خب حالا ببینیم همه اینا از اینجا میخیان ندارن. خب ببینیم بله همونجور که مشاهده میکنید هیچ کدومش از اینجا میخیان نداره. پس ما از این قضیه کردیم یاد میگیم که دیجی کالا آدم خوبیه. خب بسیار این قابل با کنیم. اول کنیم دوست خودم رو با کنیم جوکر عزیز. بس چقدر سخت میشه. موندید. خلاص سرتون. این کورسی چقدر سخته. خب دوست الان من این جوکر خوشگل رو چیز کردم میخوام الان بهتون نشون بدم. یه فوکوس هم میکنم. نگاه خودش اصلا رنگ و روش داره از قیافه خوشگلش. الان زیاد خوشگل رو جوکر نمیکنه. خب من ویدیو استوب میکنم تو هر تابلو رو باز کردیم باز دوباره نشون میدیم باز دوباره استوب میکنیم. خب این دونه احتمال بیشتر ایفته باشه. خب الان این داست چیزی نگاه کردیم ببینید اصلا چه نازه. یه فوکوس کنید تو نگاه اصلا چه نابه خداییش رایده نگاه آخری کلاسیکو من تلفنی که حال بده اصلا دیگه چهار سمشون. خب الان من قاب بعدی وا کنیم. خب اول پستش میکنید چون که تلفن داره پست میکنه. خب دوست الان نگاه کردیم خلاصه میخوایم اس کنیم یه سوال میکنیم و به آقا این جون میاد خیلی خوبه. خب به این جون مثلا گم فوکوس زوم کردی یک سم جون. خب الان ما اینو باز میکنیم تا یکی یا چیز دیگه است کردی بریم واسه بعدی این خلاص خوبه. خب اینجاست آزاد شد. خدا دیگه لازم اینو بکشم. ای بابای خوشگل رو بکشم. وای خدا تموم شد. خب بسم الله ما الان براتون تصویر میگم.
خب به نظر من شده بابا بسال دوست. خب دوستان اگه همتون مصاحبه میکنید اجازهتون کن دوست چه خوشگل خودم اوف خب کردید خب حالا باید اینو میذاری این باز استور میکنی که خوشگل شد بچه میخوام از این اینجا زنگار پاس واسه میدونم تازه تابلو نمیدونم باید میاد تابلو آی خدا اینا بیفته تمام خیلی نازکه خب بریم بعدی میخوایم به مانتین تنوی داستان رو استاپ کنم یا نکنم باشه خب اینا بودا کردیم که اینجا تا خوش اول کنم ببینم بگوش کردی؟ اینطور خب دیدید خب حالا اینم بذاریم دیگه خب مرسی که سانه ویدیو اگه تا سانه ویدیو مثلا چه قلب زد تو کامنت بزنید که من پیو نمیدونم اون دو سابسکرایب هم بزن که اگه زنگ بلند نزنید زنگ بزن که هر ویدیو آپلود کردم زنگ بلند بزن که ویدیو آپلود کردم واسه ویدیو بیاد خب مرسی که سانه ویدیو دیدین تا ویدیو دیگه خب حالا بابا من ویدیو نمیتونم اولیش تو کو زدی اولیش دیدیم دیگه دیدیم دومیش سومیش اینجا نبوده دیدیم بعد چیزایی بودم دیدیم نه حالا رسید به بهترین خب دده خب دوستان ویدیو دیگر بدرود